دختر مسلمان از همین روستاهای خودمون مدل لباس رو داره تبلیغ میکنه، میره کنار ساحل میرقصه، آواز میکنه، از خودش فیلم میگیره، چادر پوشیده میخواد چادر بفروشه. اشکال نداره تو میخواد چادر بفروشی، چادر رو بذار، چرا خودتو میذاری؟ میخوای قواره پارچه بفروشی، میخوای دمپایی بپوشی، دمپایی رو بذار، فواید دمپایی بگو جنسش چطوره، فلانه، نمیدونم این پارچه چروک میشه، رنگ میپره، نمیدونم قیمتش، ولی چرا خودتو عرضه میکنی؟ آرایش میکنه، میرقصه، آواز میکنه، حرکت در میاره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یه روزی بر امت من میرسه که مرداشون تو صف نماز صبحن و دخترها و زنهاشون کاسیاتون، آریاتون، مائلاتون، ممیلات، رؤوسهن که اسنمت البخت المائله، در حالی که زنهاشون پوشیده و لختن. و تو راه رفتن میل میکنن و دل جوانا رو متمایل میکنن به خودشون و موی سرشون مثل کوهان شتر بالای سرشون جمع کردن. پیامبر میگه چنین مردانی، چنین زنهایی از امتم من ندیدمشون در آخر زمان میان. اینها نه تنها وارد بهشت نمیشن بلکه بوی بهشت رو از مسافت چندین کیلومتر نمیشنون. ولی درباره مرداشون میگه که سوار بر میاسر میشن تا برسن درهای مساجد. میاسر میدونی چیه؟ میاسر مرکبی که در اون نور هست. مثلا قبلا اگه با شتر بودن حالا یه فانوسی روش میذاشتن، ولی امروز داره تفسیر میکنه میاسر ماشینه، موتور، نور داره، میان تا در مساجد، ولی خانواده چه؟ آزاد. اینا دردآوره. بزرگترین هدیه خداوند به ما انسان ها و بزرگترین رحم خدا در دنیا قرآن کریمه. اگر کسی با قرآن رحم نشد، با غیر قرآن رحم نخواهد شد. قرآن دستورالعمل زندگی ما و شماست.